حال این روزهای ورزش افغانستان خوب است. افغانستان برای اولین بار در تاریخ بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی موفق به کسب مدال طلا شد. این مدال توسط محمد یوسف جهانگیر، مویتایکار کشور به دست آمد. او در مراحل ابتدایی این رقابت‌ها حریفان خود از کشور عربستان و اندونزیا را شکست داد. مویتایکار کشور در وزن 75 کیلوگرم روز گذشته در فینال این رقابت‌ها حریف خود از کشور ترکیه را شکست داد و برای اولین بار در تاریخ این رقابت‌ها مدال طلا را برای کشور کسب کرد. زنده باد افغانستان، نوش جانت قهرمان. این مدال طلا محمد یوسف جهانگیر. قهرمانان همواره از دل سختی‌ها بیرون آمده اند. در افغانستان نیز قهرمانان و ورزشکاران کشور همواره با چالش‌ها و سختی‌ها روبرو بوده‌اند، اما با تعهد، انرژی و امید به آینده توانسته‌اند در میادین مختلف بدرخشند. محمد یوسف جهانگیر نیز با مشکلات و سختی‌های متفاوت روبرو بوده است، اما با تعهد و امید به آینده توانسته است به اینجا برسد. دیگه اینجا میایم سر کار هستیم، دیگه صبحی تمرین میریم، از تمرینم خلاص شدیم خسته میایم سر کار. اینجا مثلا یک سال یک نیم ساعت مالا رو میچینیم. والا شکر از داری وقت مثلا میشه خرچی جیبمون میبره، از داری وقت هم نمیبره. مادرم شاگرد نامبای است، نامپذیر میکنه. حال این روزهای ورزش افغانستان خوب است. قهرمانان و ورزشکاران کشور در میادین مختلف می‌درخشند و برای شهروندان و مردم اتحاد، شادی و خوشحالی به بار می‌آورند. چنانچه که چند وقت قبل تیم زیر 17 سال فوتسال کشور در بازی‌های آسیایی قهرمان شد و مورد استقبال گسترده مردم قرار گرفتند. آنان برای مردم اتحاد، شادی، خوشحالی و افتخار آفریدند. اکنون در بازی‌های کشورهای اسلامی کاروان‌های دیگر ورزشی افغانستان نیز حضور دارند و با امید اینکه آنان نیز برای کشور افتخار، شادی و خوشحالی بیافرینند.